سلام و عرض ادب. امیدوارم که حالتون خوب و پر انرژی باشید. بهترین پروژه و بهترین بازی در حال حاضر نات پیکسل پروژه جدید نات کوین است. خالق نات کوین یا ساشا یه در واقع داخل تلگرام یه پستی گذاشته و گفته در واقع طبق پستی که گذاشته بهترین بازی تلگرامی که بهترین ایردراپو میده همین نات پیکسل است. خب اینم پست ساشا است و حالا اسکرین شاتی که گرفتیم گفته که قرار بهترین پروژه تلگرامی نات پیکسل باشه و امیدوارم که قبلا حالا نات کوین هر پستی که گذاشته به حرفش عمل کرده و داخل این پروژه هم امیدواریم که علاوه بر این که یه ایردراپ عالی نات پیکسل بده بتونه که قیمت نات هم بالا ببره و افرادی که هولدر هستن بتونن یه سودی باز از نات کوین ببرن. خب اگر بخوایم کامل راجع به پروژه صحبت کنیم، به دلیل اینکه قبلا نسخه بتا بود الان نسخه عمومی اومده معرفی کرده، بسیار شلوغه و امکان داره تسکی که بخوایم انجام بدیم اصلا تسک در حال حاضر انجام نشه، ولی توضیحات کامل رو بهتون میدم. خب تو این قسمت یک TNT میبینیم. TNT میگه که ببینید تمام قسمت ها رنگ شده. خب میگه که اگر میخواید صفحه رو سفید کنیم میتونید TNT بزنی و شما اگر میخواید 3 بار TNT انتخاب کنی و صفحات رو سفید کنی، افرادی که حالا اومدن در واقع پیکسلی که روش کلیک کردن و رنگ کردن میتونی سفیدش کنی. اگر بخوای 3 تا TNT بخری، در واقع هر قیمت هر TNT باید 256 تا ستاره پرداخت کنی که قبلا یک ویدیو راجع به ستاره تلگرامی کامل ضبط کردیم و گفتیم که شما داخل ایران چطوری میتونید از وبسایت در واقع فراگمنت خرید کنید و حالا خیلی از دوستان هم موفق نشدن و داخل تلگرام پیام دادن و هزینه رو پرداخت کردن، براشون ستاره ارسال کردیم. خب باز حالا اگر افرادی موفق نشدن از اون وبسایت میتونن تلگرام پیام بدن و براشون ستاره تلگرام ارسال کنیم. خب این بخش TNT بود. خب بخش انرژی میگه که شما باز اگر میخواید انرژی داشته باشید و رنگ آمیزی انجام بدید باز میتونید از این قسمت هم خرید انجام بدید. هر انرژی که خرید میخوای انجام بدی باید 128 تا ستاره پرداخت کنید. دقت کنید که پروژه این بار علاوه که یک سری قسمت‌های رایگان داره که بتونیم فعالیت کنیم، اومده یک ترفندی زده مانند کت سیزن. در واقع یک سری از افراد در واقع وادار میکنه که خریدم انجام بدن، چون خیلی از افراد مثلا به پروژه اعتماد دارن و میان سریع خریدای بسیار بزرگی انجام میدن تا بتونن یک ایردراپ بسیار عالی از این پروژه به دست بیارن که مطمئنم خیلیا میان خرید انجام میدن و برای اینکه بتونن یک ایردراپ بسیار عالی از پروژه ببرن. اینم از بخش انرژی بود. خب دقت کنید اگر من بخوام در واقع توکن یا سکه در حال حاضر مشخص نیست، ولی ظاهرا هر مقدار توکنی که به هر مقدار حالا سکه بگیم بهتره به دست بیاری معادل توکن پیکسل خواهد شد. تو این قسمت اگر دقت کنید برای من 0 زده. خب گفته که شما انرژی ندارید، حالا چطوری میتونیم از قسمت های رایگان انرژی به دست بیاریم و هر انرژی که در واقع میایم رنگ آمیزی انجام میدیم اینجا بهمون امتیاز اضافه میشه که معادل توکن نات پیکسل خواهد شد. خب بریم برای بخش وظایف. خب تو این قسمت میتونید کلیک کنید قسمت به علاوه، ببینید اینجا یک سری تسک داره. خب شما میتونید حالا تو این قسمتی که به علاوه بود قسمت دعوت دوستانه، اینجا هم اگر دقت کنید روش کلیک کنید قسمتی که 0 زده مقدار پیکسلمون یا PX مون که معادل توکن همین نات پیکسل خواهد شد. ببینید مشکل داره در حال حاضر چون سریع بالا نمیاد. میگه که شما هر افرادی رو که دعوت کنید 64 تا دریافت میکنید. خب بعد از اون میگه که بله اگر شما 3 نفر رو دعوت کردید فکر میکنم لینک در حال حاضر برای 3 نفر
اعمال خواهد شد که ظاهرا مثل نسخه بتا بابت دعوتی که گفته بله 3 نفر زده، گفته که اگر شما 3 نفر رو دعوت کنید 64 تا PX دریافت میکنید. میگه که اگر دوست دارید در یک اسکواد جوین بشید، که حالا من سعی میکنم یک اسکواد ایجاد کنم و لینک رو بذارم، باز 64 تا PX دریافت میکنید. اگر تلگرام پریمیوم هستید 512 تا تلگرام میگم 512 تا PX دریافت میکنید. باز حالا اینجا یک سری در واقع لیگ داره سیلور و در واقع اگر به لیگ سیلور رسیدی 128 تا PX دریافت میکنی. خب بعد از اون راجع به خرید ستاره اینجا توضیح داده که حالا اگر ظاهرا یک سری خرید انجام بدیم و ستاره پرداخت کنیم ظاهرا 512 تا PX دریافت میکنیم. یک سری قسمت های رایگان هست که تو این قسمت میبینیم عضو شدن داخل کانال های تلگرامی هست که سعی میکنم حالا اتلیست رو درست کنم و در کانال تلگرام بذارم که علاوه بر کانال رسمی نات پیکسل و کانال رسمی نات کوین اینجا هم حالا در واقع توییترشون رو گذاشته که اینا رو باید جوین بشیم. حالا قسمت اوپن لیگ هم توضیح میدم و ظاهرا از اونجایی که من در جریان هستم معمولا قسمت های اوپن لیگ میخواد تو قسمت لیگ ازش حمایت بشه ولی باید نات کوین پرداخت کنیم. حالا اینجا رو من خودم فعلا بررسی نکردم ولی تمام قسمت های اوپن لیگ مربوط به در واقع لیگی که خود تون کوین میذاره یک توکن میشه که شما در واقع یک مسابقه تون کوین میذاره و تمام پروژه ها میگه که شما باید تراکنش های بسیار زیادی رو به شبکه تون بیارید و حالا هر پروژه‌ای که موفق باشه مثلا داخل این لیگ رتبه 1 فکر میکنم تا 5 به دست بیاره خود تون کوین چند میلیون دلار براش ارسال میکنه و به خاطر همین است که خیلی پروژه ها در واقع در تون کوین میان یه سری مسابقات میذارن، میگه که شما اگر این تراکنش رو انجام بدی ما به فرض مثال این مقدار تون کوین بهت میدیم و به همین خاطر است که خیلی ایردراپ‌ها و توکنا سر همین لیگ میان رقابت انجام میدن. خب همونطور که اول ویدیو گفتم در حال حاضر چون تسکا انجام نمیشه و من هیچ انرژی ندارم تنها کاری که باید انجام بدیم روی صفحه کلیک میکنید و اینجا رنگی که میخواید انجام بدید انتخاب میکنید. خب رنگ خودتون انتخاب میکنید و فقط روش کلیک میکنید و رنگ آمیزی انجام میدید که ببینید رنگی که حالا من انتخاب کردم میتونید رنگ آمیزی انجام بدید و یک سری انرژی هم من دارم. خب من انرژی کافی ندارم برای رنگ آمیزی چون تسک انجام نمیشه و حالا اگر تسک رفت شد حتما در کانال تلگرام اعلام میکنم. پروژه بسیار ساده ای هست، سعی کنید حتما کانال تلگرامی ما رو دنبال کنید چون تمام آپدیت ها رو در کانال تلگرامی میذاریم.